سلام دوستان مهربان. چون فیزیک و خیمیکی روز میگوید که خلقی که گذشته خود را نداند آینده ساختن نداند. و همین خاطر برادران عزیز البته همین خودم است گذشته حرف نزن، ولی بعضی پنترکان عربانی که ملت ما را گذشته ما را نشان تحقیر میکنند مجبور می‌سازند که حرف چون که یهود و عرب از دین خود از تمدن خود فخر میکنند. ملت تاجیک هم ملت قوم و خلق تمدن سازند. از آن جمله چهار دین جهانی را گذشتگان ما تاجیکان و ایرانیان ساختند. مثلا این مانوی که با دین نصرانی دوم دین مزدکی و قول این رو بگیریم اولین سوسیالیستی در جهان بود که یعنی تمام خلق باید برابر زندگی کنند. ولی از طرفی که مالداران نخواستند این را تارمار کردند. سبب این دین جهان شد. چهارم که حضرت من میگم این اولین دینی بود که دینی در جهان و دینی در خدایی دینی مهر در اروپا همچون دینی ملت را عیان